سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمامی نعمتهاش. اما بعد ما 2 هفته پای در پای در باره کمک های از خارجه به تاجیکستان وارد شده برای مردم تاجیکستان، آن هم برای بیماری کرونا ویروس با شما صحبت داشتیم، علل خصوص در باره مبلغ ها، سوم هاش، چی از دلار بود یا که یورو، البته سومی کلان. 2 هفته پای در پای صحبت داشتیم، اگرچه ما قبلا چند ویدیو ما شخصا دارم در همین باره گپ زده هستم، اما یک یادآوری میشم به سخنهای پیشم که ما در باره مبلغ ها دانه به دانه، رقم به رقم از کدام کشور برای شما رسوندیم. یعنی ما مسئولیت نداشتیم، این مسئولیت حکومت داره که برای شما حسابات بده، اما در مردم تقسیم نکردن، ما مجبور شدیم که برای شما برسونیم. خب نگاه کنید، حکومت گپی مرا نگرفته، اما این حق شما بود. شما باید طلب میکردین، شما طلب میکردین که شما در سوم تقسیم میکرد. شما از حساب خود چون طلب ندارین، یا که من حساب یا طلب کردم ای جیبی خود چون ای حساب خود چون که دزدیدن 28 سال بیارن مردم را تامین کنن، اما اینا نکردن. این گپا نگرفتن. این پیشنهاد نیکی از حساب خارجه به دست آورده، یعنی که قبول کردن های حساب خارجه، کشورهای خارجه، برای که تاجیکستان هم میدونید دولت قشاق زده، بیچاره و سرخم دستنگره، برای همین کمکش کردن، اما حسابات ندادن. تا امروزه حسابات ندادستن. از اون جمله گفتیم همین مکار، مشینیک، ابلیس عملی فریب کرد، همین فریب آشکار کرد. 12,400,000 سومانی که گفت از فوند ذخیره پرزیدنت جدا کرد و یک ماه معاش پنهانیش در مردم نداد، فریب تون کرد. میدونید فریب اینا میگن مشینیک نمیره میگن در شما نداد. اینا ما برای شما دونه به دونه گفتیم و تا حاضر ما دیدیم که هیچ ثابت نمیتن، اصلا مردم پیسا نمیکنن. خب انا امروز تصمیم گرفتیم در این سخنرانی موادهای طبی، کمک‌های معدنیش برای شما برسونیم، دانه به دانه، نامای کشور خطی، رقمش خطی، روزش خطی برای شما میرسونیم. ایران با میگم که مسئولیتی من نیست. ایران باید که اولا که وزارت تندرستی داریم، ما انا وزارت تندرستی باید که برای شما حسابات میداد، یا اینکه از یک حکومت یا نمایندهش باید برای شما حسابات میداد. مردم پسند نمیکنن، مردم کمک را ندادن، برای ما شر میکنن، ایزا میکشن. این گپا روزی اما گوش کردستن، نمیگه پای ما روزی اما گوش کردستن. حتی شاید دفترک یک روشکک پیش نوشته است که گپای مهم شه یا که جای در کاری شب بگیرم با دیگران را برسونم یا که یگون وای کنیم بشینیم. خب ایران یادآور میشم اون گپی کنه هایی را بارها شما شنیدین. تاجیکستان بیماری کرونا ویروس تا 3 اپریل پنهان می‌داشت. تا 3 اپریل تمام رقص، بازی و همه کار اجازه میداد. میگفت بخرین بگردین. اون نفری که از خارج میگن که شما ویروس دارین در تاجیکستان هست، همه را خواهین میگفتن میبردن. اینا درک دارین، در خاطرتون است. اینا هر یک مخالفی که حتی رسانه ها را خواهیم بردن، رسانه ها را گفتن یا اغوا انگازن یا جنگ دوزن یا فتنه‌گرن. در تاجیکستان ویروس نیست، ما میگردیم یک پشت پیشوا میریم به جهنم. یک چیزش هم اونجا خاطر رسون بکنم برای شما. یک زنی فعال جامعه گویا، فعال جامعه شهروندی در فیسبوک صفحه داره، نامش نمیگیرم، فقط انا یکی از نفرا که سیخ میزد یا که تحقیر میکرد ما را هر گپ میگفت، انمو بود. میگفت که شما فتنه میدوزین، شما نمیدونم پانیک میکنین، در تاجیکستان ویروس نیست. در همین صفحه‌اش مینوشت. از روزی که ویروس تاجیکستان قبول کرد، یعنی گفت که ما در 3 اپریل اومد، یک نفری که ویدیوش برآمد مادر همو بود. دیدی نه ویدیوش هست، مادرش همه بر بیمارخانه، نه شرایط داره، نه کسی قبولش میکنه، هیچ کس پسندش نکرد، مادرش مرد. از همون صفحه‌اش ما دیدم نوشتگاش همش شکر کرد. دیگر خبر نگرفتم که با توبه کرد یا که با دوباره عاشق هم پیشوا شد، نوشت دلشی دیگر ندیدم. و از یک بگیم چوپلوس دیگر هم ما دیدم صفحه‌اش اهمیت دادم، یک خوکشپیگره
او بسیار گرچ که دوشنبه را دستگیری میکنه و فکرم از امو گروه اوانگارد سگدا و اموال گفت که همون دیدن پشتیبانیش یک روز پیشنهاد کرد در همون صحیفه‌اش که تقی ما در روسیه از همین بیماری درگذشته جنازه شما چه خیلی بیاریم نتونی سیستم وارده شما ببینین این یارو ما برای چی مثال میارم پشتی یک ابلیس یک ماشین یک مکار دشمن میگیرن نه خیلی حدیثو میان نمیفهمن که این یک بالا یک هشدار بود یک هشدار برای بنده خیلی جاهل که ببین که پشتیبانی یا که مکر جهالت به جون میره. خب گفتم که جشن و رقص بازی برنامه‌اش هم میگرفت چی نمیکرد تسلیم نمیشید سرخم نمیکرد مردم به همون طرفی بیماری مرگ حواله میداد. اما دنیا میدونید در دنیا همه دولت قریب اعتراف کرد همه دولت این بیماری بود بغیر از همین سه کشور یکی کره شمالی یکی ترکمنستان و یکی تاجیکستان این سه دیوانه یا قبول نکردن و تا زیرا همین تاجیکستان با مجبور قبول کرد و تایگش تا زیرا میگه در مو نیست. اما دنیا میدونید امریکا ایالات متحده امریکا با تاجیکستان کمک‌های طبی به خاطر بیماری کرونا ویروس پیش گرفتنش 12 مارت همین سالی روانده فرستاد. بعضیش هم همش قریبای رسانه‌ها گرفتگیم یگان تاش دانی یگان کس نگرفتم از فکر یگان کس از پیش خودم نمینایسم و ایجاد بعضیش ننوشتم تونش کدامش که تونش خطی چند دونه چخله وش ما همش نوشتگی بدم و بعضیش با کفتم یافتم یعنی خلاصه برای شما برسونم. امریکا 12 مارت برای تاجیکستان کمک‌های طبی فرستاد. دیگه ازبکستان همسایه ما و شما یکم مرتبه 18 واگن ارد و لوازمات طبی به تاجیکستان فرستاد. خیلی فهمیدین 18 واگن ارد و لوازمات طبی در تاریخ 9 اپریل 2020. سوم امریکا باز نگاه که امریکا به تاجیکستان 56 تونه موادهای خوراکه را کرد برای مردمی قشاق زده یا کم بیچاره 11 اپریل 2020. چهارم هندوستان با تاجیکستان 14 تن موادهای طبی فرستاد تاریخ 1 می 2020. این هم خود رسول میسازم برای شما که از تاجیکستان سومون ای رفته بود در شبکات دیدگی بدین اون وقت در فکر مهاجران نبودن سومون ای را روان کردن در اینجا سهم داشت یک دو تاجر نامش یادم نیست یعنی پول دادن که از هندوستان ایسا بخدشون برای بیمارا برای بیمارخانه ها لوازمات طبی دورواری بیارن در همون عملیاتی که هواپیما. اما یک رسانه به نام خواهر یا اپا داره حکومت او برآمد گرچه که دوشنبه را با تشبوس نمی رئیس شهر نمی عملیات رفت تماشا کنه او حق نداره که یا عملیات روی کنه این حق تمام نداره. اما خیلی خاک شپو خاک گرم در دستشون دایم گفتن که با تشبوس یعنی رویش کردن رفت. از اونجا هندوستان رو ببینید یا ما فکر میکنم پیشگی دگوار داشتن که هندوستان کمک میکنه یا هواپیما را خودشون روی کردن که ما آماده قبول کنیم کمک. هندوستان روی کرد هواپیما 14 تن اینا من نمیدونم 14 تنش چند قدر میشه داروواری همین موادهای طبی و تاجیکستان داد در تاریخ 1 می 2020. خب نگاه کنید باز هندوستان با خط سری چارتری کمکی به شهردوستان فرستاد. ما کم تر اینجا پریپوت کردم یعنی با خطاگی شاید راه دادم انا این خط سری چارتریش در روی کرد هندوستان او پیشگیش دنه انا 18 همونی که گفتم از تاجیکستان روی کردن سون ایرا 6 می 2020 هندوستان کمک فرستاد یعنی خالی روان نکرد یا چون دورو خری رفتن همون دو سه تاجری که پول دادن با همین خاطر هم یا ورم از هندوستان یکی از کشورهایی که همیدونم اهالیش فکر میکنم 2.5 میلیارد یعنی یکم در دنیا هم نه اونم چون بیماری زیاد دارن تلفات زیاد داشتن اما تاجیکستان یاردم کردن. خب ششم هندوستان ازبکستان با تاجیکستان 144 واگن سیاری فرستاد تاریخ 7 می 2020. اما یا میدان ورزشی در ساز کردن دیدگی بدیم بفهمم واگنوشا با همین شیطان اومالی رفت اونجا صورت گرفته بود. هفتم آذربایجان
با تاجیکستان کمکی بشردوستانه فرستاد از قبیل لوازمات طبی. ایران هفتم می را دیاد می هر یک یور خوندگی من دیاد می وقتی که این روان کرد همون روز رحمانوف قطعی صحبت تلفنی داشت. شما میفهمید این صحبت تلفنی هوایی نیست. خیلی گاز خمونده میگن که یک سلام علیکم به پول نیست، یا همه خیلی سلام علیکم رحمانوف صحبت تلفنیش کمک روی که خوبین تنجین ما خوبیم تنجین اگر امکان نداشته باشین برای ما کمک کنید، یا البته به شکل یک آدابانه یا که دیپلماتی میشود. این رنگی من نمیگه، اما همین صحبت تلفنیش بود. بعد آذربایجان کمک فرستاد، اما نگفتن که چند قدر. البته هم برای همه معلومه که کمک کم نیست. یک کاروبکر روی نمیکنه یک کشور به یک کشور، کم از کم 1 تن روان میکنه. جمعون ننوشتن ما هم نمیدونیم، حسابات نمیتن اخی. هم وقتی حسابات بتن ما دیگه میفهمیم که این کمکو کجا میروه. نه در ژورنالیستو نه در یک تلویزیون در یگون کسی یا حسابات نمیتن دیگه ما نمیدونیم این کمکو کجا شد. ترکیه ما و شما با تاجیکستان کمکی بشردوستانه فرستاد 8 می 2020. ایران ما داود میگه ترکیه 40 کشوری روی دنیا ده کمک فرستاده بود. در این شب روز 40 کشوری روی دنیا ده، از اون جمله سفیر تاجیکستان در ترکیه رفت، خودش پیشنهاد کرد که تاجیکستان هم کمک نمیکنین. ایران ما داود میگه این همیش سفیر ترکیه تاجیکستان در ترکیه انا میرفت گفت بود ایران دیگه نویلوش کمک کردن تاجیکستان. ایران بدونین ولی در اون سفیر گفت بودن که ایران ما نوشته بودن در عربستان او را هم رفته بود کمک طلبی. ایران هم همچنین سفیرات در اینجا رول بازی میکنن، در نقش اساسی جا سفیر از تاجیکستان میگه که بده برو حکومت دیگر را کمک کیسه بگو اینجا ما را هم نگاه کنه و طرف ما میگه بخنده. خب ازبکستان ما و شما ازبکستان ولی شما دیگه بزرگ میشین. ازبکستان ما و شما با تاجیکستان 10 تانه لوازمات طبی فرستاد 8 می 2020. تاریخ خوش خوب اهمیت بدین. ماهی می ماهی سرحاصل برای رحمانوف بود. این همی اکثر کمک ها در ماهی می هم یک نمیدونم در هر ناحیه شاید رنگوش یا که رسمش دیگه باشد. در ما طرف ما یک نمود تویده سرتراشون میگن، مثلا داماد یا همشه در نزد تخت میشینه، بعد امو سراینده بعد باید که بعدی سرتراشون بخونه دیگه او را سرش نمیتراشن. خیلی معلومه یه مسخره بازیه. باید که برن یک پول در جیبکش مونن یا که در بولوش بچوشن یا که در نزدش بریزن. رحمانوف سرتراشون دوره. وقتی یک بیماری یا یک بلا یا آفت در تاجیکستان میاد رحمانوف سرتراشون دوره. از کشورها در بالای سر او پول میچوشن یا پول میریزن. انا ازبکستان هم همچنین 10 تانه لوازمات طبی فرستاد با تاجیکستان 8 می 2020. ایران ما و شما ایران چند قدر سیاه میکنن همین شما اهمیت دادین. بعدش میبینن یا دیگه مذهب دارن یا مراد دیدن روی دیدن ندارن یا جنگ میخوان. تا شما خود ایرانی داره. ایران ما و شما با تاجیکستان 6 تانه لوازمات طبی فرستاد تاریخ 12 می 2020. و گفتم که سفیر تاجیکستان در ایران نامش یادم رفت، یک سرسفیدی قدر کلانسول هم نیست، انا رفته بود. انا رم میروند در حکومت ایران تق میگذن یا که دیگر حکومت را که تاجیکستان کمک کنید. قزاقستان ما و شما با تاجیکستان 5000 تانه آرد کمک کرد تاریخ 13 می 2020. 5000 تانه را نمیدونم چند قبچه آرد میشوه. یک قبچه آرد اگر 50 کیلو باشه 20 تونش 1 تن میشوه که 5000 تانه را شما خودتون ببینید. 5000 تانه یا همش کمک های رایگان یا که غمخوری هایی بگیم که بشردوستانه میگن یا را به پول یا در عوض سون طلب نمیکنن از مردم تاجیکستان یا همش برای مردم تاجیکستان، برای دزدان نیستن. آلمان با جمهوری تاجیکستان 26 تانه لوازمات طبی فرستاد تاریخ 13 می 2020. این آلمان را گفتیم بغیر از این کمک های طبیش با مبلغ 1 میلیون یورو با تاجیکستان داده بود. با چند بوریگه 50 میلیون 60 میلیون هم خیلی هم دادگیش به تاجیکستان. و اخیرا همین را فهمید که تاجیکستان به مردمش کمک نمیکنه. یک سفارت آلمان در تاجیکستان نمیدونم کدوم نوحه وحدت بود، خودش به دست خودش رفت کمک کرد. کمکی نه غیر نوبتی بغیر از اینو از طرف سفارت
رفت یا ناحیه وحدت بود، شهر وحدت بود، کدام می خوندم در رسانه‌ها دیدم نیست خوب. خودش بعد از پای خودش رفت کمک کرد، بغیر از یک سفارت دیگه ایتالیا بود خاطر نکنم در ناحیه شهر توس بعد از خودش رفت کمک کرد در بیمارخانه ناحیه شهر توس و در بعضی همو کوچه ها و محله ها در مردم. یعنی باور نکردند حکومت خو میبینن و رنگ ما و شما نیستن خب کنن و همه را نظارت میکنن و گپ میزنن. وقتی حکومت میدونه که سرسخته ای دروغ بسیار میگه و میگن بیا که با یو گپ حیفه و یگونش میروند یگونجا کمک رو بعد از خودشون میکنن. ازبکستان ما و شما 20 ماشینی یاری تاجیلی به تاجیکستان فرستاد. اما یکی در عکس شما دیدین یکی در رسانه‌ها شما شنیدین، اما دایواش میگن 20 تا ماشین یاری تاجیلی به تاجیکستان فرستاد. و دایوتون باشه یک صحبت ما داشتیم درباره همین ماشین یاری تاجیلی. یک اوازی در ناحیه لخ شده بود که شرمنده رحمانه با اون فخر کردن که این بسیار ماشین زمانوی هدیه و تحفه پیشوای. ازبکستان ما و شما 20 ماشین به تاجیکستان داد، یاری ماشین یاری تاجیلی در درنش با همه تجهیزاتش که همون با تمام قانون قاعده‌اش جوابگر یا که جوابگو بود. ماشین داخلش هر چیزایی چی را داشت، مواد طبی را، یعنی خالی نبودن ماشین تنها. خیتای با تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه فرستاد از قبیل موادهای بهداشتی، همین لوازمات طبی. در این عکسی که شما دیدین و در رسمه‌اش شنیدین، یا چیکار کردن؟ یک گروه چی دارن؟ اوستاش میگن یک کمپانی دارن، اون را به نام گرچ که شنبه هم قدر به عقلن که دمی کارابکا یا که کاردون میگیم که کمک‌های بشردوستانه بیرق خودش پرچم همون دولت زدگیه، یعنی که از کدام دولت به کدام دولت میره. یا همون پرچم را نگرفتن حتی که اقلا مردم باورشون که نفهمه. با اونا گفتن که این چند کارابکا یعنی خطا شده، یکی در بین یا غلطی ده. نگاه کنین همون دست داخلی از زنی غرغر بیروید زوان که استازش غره. هم خیلی یک گپی مردمی داریم که همین بچه دست داخلی کیه؟ پدرش کیه؟ اینامی همین رفتن در یک بیمارخانه شهر دوشنبه دادن که اینجا رحمت یا که آفرین به او برادرایی که را بگیم که سری وقت جواب شد دادن، یعنی رسانه ها بودن. بعد اورام در جواب بهانه گفتن که چند کارابکا اینجا خطا رفته، یعنی دزدیشون آشکار شد. و کمک‌های بچهش، کورپچه‌های خاطره‌های دخترش، ای دامادش، ای خسر بچهش یا همش همیا بودن. اگر ایو نبودن خیلی ما میگیم که اینا کجا شدن، این کمک‌ها کجا شدن. خیتای ما و شما باز همسایه کشور ما و شما با تاجیکستان 9.5 میلیون تن کمک‌های طبی فرستاد. 17 می 2020 پیشگینش 14 می بود، با 3 روز بعد با کمک‌های طبی فرستاد 17 می. اروپا با تاجیکستان لوازمات طبی فرستاد 18 می 2020. اتحاد اروپا 64 تن واسطه‌های طبی، خوب دقت بتین، از قبیل 36,000 لباسای همو مخصوصا که خلطای طبیش میگن، 36,000 لباس، 40,000 نقاب دهنبند، 750,000 حرارت سنج گرادوس نکش میگیم، با مبلغ 1,300,000 یورو در تاریخ 19 می 2020 به تاجیکستان داد. یک سوال در ذهن شما نمیاد که همین پرزیدنت یا که فرزنداش دیگه وزیر همیان نقاب طبیشون از همین کمک ها نیسته؟ از حساب این همیان نیسته؟ از کجای هم خیال میکنم اون یاد دونه رو میره میخره از این همی حسابه. اگرچه این 36,000 لباس ها نگرفتن یا که ودا در کار نیست، اما میدونه که میفروشنشون و 40,000 نقاب هم همچنین. ولی در شهر دوشنبه این نگاه کنید یگانه در همین شهر این همی کمک ها میگیرن، اینامی گرچه تقسیم میکنن. چی با در شهر کلوف، خوجند، بدخشان، شهر خروق در وجود تقسیم میکنن، یا که در طرف تاجیک‌آباد، رشت، یا که قرغان تپه، باختر در وجود چی با اون رئیس شهر دارن و نمیتونن که از این نقاب ها استفاده برن در مردم رایگان بتن. فقط یک کار در دوشنبه باید بشه با اورم برای یک نقاب به پول اورم حسابی همین کمک‌های بشردوستانه آبروی و گرچکم میوردارن.
شرمنده ها. این هم یادآور میشم که هفته گذشته بود با فکرم گفته بودیم و شما میره از رسانه ها شنویدگی بدین که وکیل ها پیشنهاد کردن که جزا جریمه برای بینقابی و خبرهای بردروغ. وکیل ها خیلی میدونه که همش خوینن، همش خوینه، یگان تاش صاف تازه نیست، همش خوینه. همه یا اوکی دادن، اجازه دادن. این ملعون رحمان فهم اجازه داد. شما ببینید همون نقاب گفتیم که همون مسکه 3 سومونی که 5 سومونه بعضی ندارنش، در روز باید 5 6 دونه علیش کنی، همون ندارنش. بیاره این نقاب رو برین در خونه، یک سری هر نفر 10 دونه یک روزش بتین، بعد شما جریمهش کنین، بعد بگین نداشته شه. این هم یک مکر، یک فشار یا یکی ظلمی نوبتی رحمانوف بود. شاید غمخور میگیره. ببینید که دجال یا یکی ملعون چیکار کرد، امضا کرد که ولی جریمه بکنه نفری که نقاب ندارن. خب خیتای ما و شما با تاجیکستان با مبلغ $700,000 کمک های تیوی فرستاد. اجازه فقط هم قدرش بود دیگه و چند تونه بود از کدام نوعی لوازمات تیوی بود گفته نشید، اما 23 می 2020 بود. ازبکستان ما و شما با تاجیکستان 24 تونه لوازمات تیبی فرستاد. چند تا ازبکستان شید؟ چند تا ازبکستان شید؟ یعنی که چند بار خونده میشه؟ 24 تونه لوازمات تیبی شید فرستاد. همینجا یک نفر باشه که یک بدونه که برای ما بنویسه که 1 تونه لوازمات تیبی که همی موادهای تیبی چند کم میشوه. همین راستی من نمیدونم، واقعا نمیدونم. 64 تونه کمه یا که 24 تونه. اتحادیه اروپا 64 بود، از ازبکستان 24 تونه. در تاریخ 24 می 2020 عربستان سعودی با تاجیکستان 11 تونه لوازمات تیبی فرستاد در تاریخ 27 می 05 2020. و گفتیم که خیرمان روی کرد عربستان، اینا لوازمات تیبی روی کرد. همیا با هم عربستان تهمت میزنن، تازی را تهمت میزنن. شما لباس عربی نپوشین، شما ریش میمونین برین در عربستان. اینا نگاه کنید چه شرینه کمکاش، یعنی که یاردمش قدر شرینه. دیدین چه دشمن شما بشناسید، دشمن اینا را میگن. اما عربستان میدونم چه خیلی، اما نمیدونم با کدام سبب کدام طرف را فشار میارن که کمک کرد. نباید کمک میکرد، به خاطر در مردم نمیتن یا که قدر کسی غمخوره. کدام کشوری باید که سفارت داره در تاجیکستان، سفارت چه بگه در بالای سر نمی نفر رو بسته برای دونه به دونه تقسیم کنن در مردم نشون بدن، یعنی باورشون کنن مردم که بله کمک ها به مردم رسید. نه که 100 نفر کمک کنن یا که بتن بگن که همش دادیم، با اون قدر جونشون خلاص نمیشه و فریبشون کسی باور نمیکنه. ازبکستانی ما و شما، ازبکستانی ما و شما، همسایه کشوری ما و شما 19 واگن لوازمات خوراکه و لوازمات طبی همچنین 1000 تونه آرد به تاجیکستان فرستاد تاریخ 29 می 2020. چه فهمیدین؟ 1000 تونه آرد در تاجیکستان نمیدونم 250 سومون یا که 240 سومون هم خیلی، یعنی یک خوبچش 20 کیلو باشه و 5 کیلو باشه با فکرم 1000 تونه او 5000 تونه قزاقستان کجا شید؟ رحمان فریب کابت بایدتون هسته این را تکرارن میشه، اما جاش هسته باید بگیم. 45 ماشین بدخشان رای کرد، توفه های پیشوا 140 ماشین دیگه طرفی سوخت رای کرد و 250 ماشین دیگه به طرفی خطلان رای کرد. همه ای را گفتن کمک های پیشوا، هدیه ها و توفه های پیشوا. دیدین؟ این کمک ها کجا شید؟ اینا 6000 تن آرد کجا شید؟ 6000 تن آرد کجا شید؟ اینا بگذار شما ای کیسه خطون، ای حساب خطون، البته حساب حرام شما کمک کردین، اما ایو کجا شیدن؟ دیدین؟ مردم نمیشه شما هم گناهگارین، شما میرا طلب نمیکنین. طرزی طلب کردن یاد بگیرین. اگر شما طلب کنین بپرسین و شما دا کمک میکنن یا که حسابات میتن. ایرا بدونین وقتی که خواب میکنین وارم دیگه
طبیعی است که پروتون نمیکنه. دولت کویت عدل الوهیده کشور با تاجیکستان 22 تonna لوازمات طبی فرستاد 7 ایونی 2020. 22 تonna شوخیه. با میگم که من نمیدونم یک تونش چند قدره، اینه که 22 تonna این خیلی های. این همه اینا میدونه که تونش او کم نیست. با ایروی 22 تonna. هندوستان با تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه فرستاد در تاریخ 15 ایون 2020. ایجاده هم نمیدونم چند قدر بود. و آخران ایران ما و شما همزبان ما و شما گفتی رحمانوف که دوستای در ناخونک با تاجیکستان لوازمات بهداشتی فرستاد در تاریخ 6 همین ماه ایولی 2020. جمع نگاه کنین. خوراکه ما خیلی یک تقریبا رقم هایش که به تونه هاش هم را حساب کردم. خوراکش 6000 تونه و 56 کیلو یا که گرم خوراکه. لوازمات طبی 186 نیم تونه لوازمات طبی جمع. خب 37 واگن لوازمات طبی دیگه نامعلوم چند قدره و 6000 تونه ارد با تاجیکستان، یعنی در عموم رای کردن. همین حسابایی که ما گفتم بغیر از اینکه اویش که نامعلوم بود رقم هاش یا که تونه هاش. و ایران بدونن که همه کمک ها البته اختیاران هم نبود. بعض اینها را رحمانوف وزارت خارجه را گفت و شخصا خودشم نامه فرستاد. عریضه میگیم چی میگیم خانم خطی نامه فرستاد که شما ما را کمک کنین. وزارت خارجه تاجیکستان خودشم و بعضش خیلی صحبت تلفنی کرد. همین خطای خطی صحبت تلفنی کرد، فردا کمک اومد. البته بعضی ورا در رسانه‌ها نمیگن به خاطری که رحمانوف چه بلند میگیره، میخواد یک زینه مردم بالا باشن و وقت و چه طلبنده گدو نمیگیره. در اصل گداهایی که ما میبینیم در قد راه بیچارهشون میگیم که طلبندهشون میگیم در سیاست در حکومت هم گدو میشوه و در روی دنیا ما فقط همین از حکومتایی که از رئیس جمهور رو فقط رحمانوف گدو میبینم. افغانستان ما نشنویدم، ما میخونیم و قرقیزستان ما و شما خیلی نکردم و در قرقیزستان میدونین خبر دارین چی گپا بود و چی گپا رفتیسته و در ازبکستان و افغانستان یکی خطایش همه یا یعنی که با قدر امکانیت شده یا که مردمشون کمک کردن بغیر از این کشورهای بیگانه را یا که همسایه را کمک کردن. این بود یک حسابات یا یک گزارش عاید موادهای بهداشتی بس هم شما به گوش شما رسوندم. ایرا از یک رسانه نمیتونین پیدا کرده. ایجادم با رحمت یا که آفرین بر رسانه ها که هم قدر فشارشون میارن، هم قدر غمشون میتن، میزننشون، تحقیرشون میکنن، اما باز هم یا هم میروند میپرسن، دراشون تق تق میکنن برای ما و شما. ایران هم برای ما و شما میگیرن نشر میکنن. اینجا از چندین رسانه ما یورا یک جای کردم که یعنی خلاصه شما بدونید که با تاجیکستان چند قدر کمک اومد و یعنی قبول کردن و تقسیم نکردن و مردم هم هیچ چیز نگفت. اینا نگاه کنین، این خیلی رفت هم بگیره این بلا تمام نمیشوه. اینا بدونین این ویروس این عملی تمام میشوه. ما داریم با اینجا آفت‌های طبیعی، زمین لرزه و دیگر حادثه های ناخوشی که از جانبی گفتیم که خداوند میاورن با سببش ما و شما گناهکاریم، برای ما و شما خداوند عذاب میفرسته. رحمانوف با یکی سر میکنه رقصه. شما میدونید که وقتی به تاجیکستان کمک یگان بلو میزنه کمک ها میان رحمانوف میون شما خپنه تا رقص میکنه. دیدگیش هستین او دیگه فرق نداره در تای دستش زن شه او کلین شه یا که مردم اینم خیلی میکنه. اینا ما شنیدم که در دوره شوروی اینا حقارت میگفتن. در رقص هر کسی هم خیلی میکرد اینا حقارت میگفتن، یعنی که یک نفر حقارت کنه هم خیلیش کرد. شما ببینید این به تربیه را رحمانوف اومالی یک به تربیه یک نمی الکشی بد اخلاقی نمی نوکسایی که
در رقصش مسخره میکنه، شما را حقارت میکنه. حتی دیدین مشت میکنه با او کیرا میکنه در کامera در تویش تماشابینا را میکنه. این چیه؟ یک حقارت، یک تحقیره. بعد بعضی که حقارتش میکنه بعد نمیفروش طرفداراش، مخلصاش نمیفروه که شما امام علی را حقارت میکنین.